بیشتر از 1,400,000 نفر از مسلمانان جهان زیارت حج را آغاز کردند. روز پنجشنبه موج عظیم زائران به سمت کوه عرفات حرکت می‌کرد تا آنجا را هم زیارت کنند و نماز بگذارند. سال پیش به سبب گرمای طاقت فرسا و حرارت 51 درجه بیشتر از 1300 زائر در عربستان سعودی جان دادند. مقامات گفتند برای راه ندادن به این تدابیر امنیتی را تقویت بخشیدند. از جمله زیارت حج برای کودکان تا 12 ساله را منع کردند. آنهایی را هم که غیر قانونی به مکه و مدینه وارد می شوند $5000 جریمه می بندند و برای 10 سال از حق بازگشت به عربستان سعودی محروم می کنند. مقامات انتظامی گفتند تا روز یکشنبه گذشته صدها هزار نفر را که می خواستند غیر قانونی به مکه وارد شوند به این شهر راه ندادند. ما تعداد زیادی ساکنان و افرادی را که سعی داشتند به اجازه به مکه وارد شوند راه ندادیم. بیشتر از 269678 کس را از گذرگاه‌های مکه بازپس گرداندیم. عین زمان 109632 ماشین را که افراد به حق ورود به مکه را می آوردند از گذرگاه‌های مکه عقب فرستادیم. با گفته مقامات سعودی بیشتر از 80% آنهایی که سال گذشته هنگام زیارت هلاک شدند از جمله صدها مصری و اندونزی غیر قانونی آمده بودند و جای اقامت و نقلیات درست نداشتند و از این رو به گرمای طاقت فرسا تاب نیاوردند. حج یکی از 5 فریضه های دین اسلام است ولی اکثریت مسلمانان جهان امکان انجام آن را ندارند چون قیمت سفر به عربستان سعودی وابسته به دوری هر کشور از $4000 تا به $20000 می رسد. برای مردم تاجیکستان قیمت سفر و زیارت حج امسال تقریبا $6000 است و عربستان سعودی به 7000 شهروند کشور اجازه داده است که امسال به زیارت مکه و مدینه بروند. وزارت تندرستی عربستان سعودی امسال از زائران خواست قاعده‌های زیارت را رعایت کنند تا از گرمای طاقت فرسا امین مانند، از جمله از ساعت 10 تا به 16 چتر بگیرند و پیوسته آب بنوشند. امسال مکان‌های سایه‌دار را در مکه تا 50000 متر مربع وسیع کردند و سیستم‌های علاوه‌ای سردکنی هوا را گذاشتند. راه‌ها را طوری ساختند که حرارت را نگه ندارند و امسال برای پیشگیری از بمباری و تلاطم و تنظیم حرکت زائران از درون‌ها و هوش مصنوعی استفاده می‌بردند تا فاجعه‌های سال‌های گذشته تکرار نشود. 10 سال پیش هنگام زیارت مینا 2300 نفر زیر پا مانده هلاک شده بودند.